تو این ویدیو داره میگه که میتونیم ماشین درست کنیم. بریم با هم تستش کنیم. دوستان طبق اون ویدیوی اول ما دو تا از این درا میذاریم مثلا به عنوان الاستیک که بر روشون حالا ما اسهل قرار میگیره این شکلی و بعد یه دونه از اینا میذاریم اینجا، بعد یه دونه پیستون میذاریم اینجا و یه دونه اصلا میذاریم اینجا و اینجا باید پیستون دیگه قرار بگیره که حالا به این شکله، نه اینجوری نه، اینجوری ها قرار بگیره و اینجا هم لاستیک های دیگه ماشین حالا من اینجا بکنم. خب دوستان من اینجا رو لوس کردم استفاده بهتر داشته باشید و الان بعد اینو یه طوری بذارم که به این یکی وارد شه، همین شکلی، و اونم بذارم که به پایینش دقیقا بره همین شکلی و همین دیگه، همین شکلی بود. حالا یکم با تزدیدشون نمیکنه، ببینیم کار میکنه یا نه. یعنی چی؟ میره جلو آفرال شما باید اینجا نشسته باشین میرزیم. بدهش نیست ولی خوب هم نیست. اینجا اگه به این برخورد بکنه چی کار میکنه؟ ببینم تکون نمیخوره دیگه. این بود از این آزمایش و ببینیم حالا حرفش درست بود یا نه. دوستان تا یه تست دیگه، خداحافظ.